یکی از رایج‌ترین مشکلاتی که این روزا میشنوم و مطمئنم شما هم شنیدید این احساس خستگی مزمنه. چون بعضی وقتا حس میکنید هر چقدر که بخوابید بازم نمیتونید سر حال باشید و انرژی کافی برای بیشتر روز داشته باشید تا بتونید روزتون و زندگیتون رو با انرژی پیش ببرید. این کمبود انرژی در طول روز، این خستگی مزمن، چیزیه که انتظار دارید وقتی سنتون 60, 70 یا 80 ساله باشه پیش بیاد. اما الان داره برای 20-30 ساله ها و حتی 15 ساله ها اتفاق میفته. آدمایی که باید سرشار از انرژی جوونی باشن اما خودشون رو با کندی و احساس ترس و دلهره تو زندگی میبینن. باور کنید من خیلی وقتا این حس رو تجربه کردم. اونقدر زیاد که مجبور شدم عمیقاً بررسی کنم و بفهمم چه چیزایی واقعاً باعث میشن انرژی بیشتری داشته باشم و چطور میتونم هر روز اونا رو عملی کنم. بعد از تحقیق و آزمون و خطا فهمیدم که مهمترین چیزا همون چیزایی هستن که همیشه میشنویم: خواب، ورزش و تغذیه. ممکنه الان بخواین این ویدیو رو ببندین چون فکر میکنید که اینا رو که میدونید، اما مشکل من دقیقاً همونجا بود. من خواب، ورزش و تغذیه رو مثل یه چکلیست انجام میدادم. مثل این بود که آره من مقدار مناسبی میخوابم، ورزش میکنم، آدم فعالی هستم، غذا میخورم. پس چرا خستم؟ بعد دنبال راهکارهای سریع بودم. شاید کمبود آهن داشتم، شاید به گلوتون حساسیت داشتم یا شاید باید غده صنوبریمو پاک میکردم. اما وقتی دوباره اصول اولیه رو بررسی کردم و واقعا روشون تمرکز کردم فهمیدم مشکل از همونجا بود، مخصوصا خواب. بخش اول: مدیریت مصرف کافئین و خواب. نکته اول: من یاد گرفتم کافئین رو درست مصرف کنم. کافئین یکی از همون چیزای عجیبیه که همه فکر میکنن میدونن چطور کار میکنه. شما احتمالاً شنیدید که کافئین بین 5 تا 7 ساعت تو بدن میمونه و معمولا میگن بعد از ظهر زیاد قهوه نخورید چون ممکنه خوابتون به هم بخوره. اما عجیب اینه که کافئین طول عمر بیشتری داره. نیمه عمر کافئین 5 تا 7 ساعته و نیمه عمر یعنی بعد از 5 تا 7 ساعت نصف کافئین هنوز تو بدن شماست و بعد از اون دوباره 5 تا 7 ساعت طول میکشه تا نصف اون مقدار باقی مونده هم خارج بشه. پس اگر ساعت 4 بعد از ظهر یه فنجون قهوه بخورید احتمالاً تا ساعت 11 شب هنوز نصف کافئین تو بدنتونه. یعنی حتی تا صبح هم یه مقدار از اون انرژی باقی میمونه، در حالی که شما باید خواب عمیق و ترمیم کننده داشته باشید. این خواب به حافظه، پردازش اطلاعات، ایجاد ارتباطات و ایده های جدید کمک میکنه و عضلات رو ترمیم میکنه و آدنوزین بدن رو پاک میکنه تا صبح خسته نباشید. وقتی بدن پر از کافئینه همه این فرایندها مختل میشه. حالا راه حل ساده چیه؟ بعد از نهار دیگه کافئین مصرف نمی کنم. فقط یه فنجون صبح میخورم و چون کمی علاقه‌مند به کافئین هستم 2 ساعت بعد یه فنجون دیگه برای بهره‌وری صبحگاهی میخورم. این باعث میشه وقتی شب میخوابم خواب کافی و با کیفیت داشته باشم. نکته بعدی: من فرصت خواب خودم رو بیشتر کردم. همه شنیدیم که باید شبها 8 ساعت بخوابیم. اما واقعیت اینه که برای خوابیدن 8 ساعت باید زودتر به تخت بریم. من حدود نیم ساعت تا 45 دقیقه طول میکشه بخوابم. پس باید نیم ساعت تا 45 دقیقه زودتر بخوابم تا واقعا 8 ساعت خواب داشته باشم. چون فواید خواب خوب تجمعیه. هر شب وقتی فرصت بیشتری به خودتون میدید، خواب پایه‌ای شما بلند مدت افزایش پیدا میکنه و کمبود خواب مزمن رو جبران میکنه. نکته سوم: من ریتم شبانه روزی خودم رو اصلاح کردم. اگه نمیدونید ریتم شبانه روزی 1 ساعت داخلی هست که به مغز میگه کی روزه و کی شبه، کی انرژی داشته باشه و کی آماده خواب باشه. ریتم با نور خورشید کنترل میشه. بنابراین شنیدید که نباید قبل از خواب با موبایل یا لپتاپ کار کنید. نور آبی مغز رو فریب میده و فکر میکنه روزه، پس ملاتونین لازم تولید نمیشه. حالا راه حل من چیه؟ قبل از خواب به هیچ صفحه‌ای نگاه نمی‌کنم، مخصوصا تو تخت خواب.
همچنین یه پرده مشکی روی پنجره ها زدم تا صبح زود که هنوز خوابم نور مزاحم وارد نشه و خواب با کیفیت بالا داشته باشم. حالا نکته آخر توی خواب چیه؟ من تنفس بینی رو جایگزین تنفس دهانی کردم. کتاب بیرید میگه تنفس بینی خیلی بهتره و من این مشکل رو حل کردم و خیلی کمک کرد. حالا بریم سراغ ورزش. یه رابطه جالب بین روانشناسی و فیزیولوژی وجود داره. به نظر میاد اون چیزی که برای بدن خوبه برای ذهن هم خوبه. به همین دلیله که پاورپوزینگ مثل ایستادن با دستها روی کمر باعث افزایش تستوسترون و کاهش کورتیزول یا همون هورمون استرس میشه و شما احساس اعتماد به نفس و قدرت بیشتری میکنید. خیلی‌ها هم میگن وقتی وضعیت بدنی خودشون رو اصلاح کردن روزشون با اعتماد به نفس بیشتری گذشت. این یه جور رابطه مرغ و تخم مرغه. اول فیزیولوژی درست میشه، بعد روانشناسی بهره میبره. پس یکی از مؤثرترین راه‌ها برای داشتن انرژی بیشتر در طول روز فعال بودن و حرکت کردن بدنه. شاید فکر کنید خب تو که فعال هستی، باشگاه میری، فوتبال بازی میکنی، پس این مشکل برای تو نبوده. اما در واقع سبک زندگی کم تحرک من باعث خستگی میشد. حتی با ورزش بیشتر وقتم رو نشسته بودم و انرژیم کم میشد. راه حل ساده: هر روز پیاده روی یا فعالیت کوتاه خارج از خونه داشته باشی. یه میز ایستاده خریدم تا وقتی کار میکنم بیشتر بایستم و تحرک داشته باشم. این کار همون اثر پاورپوزینگ رو داره. وقتی بدن یاد میگیره فعاله و میسته، مغز هم انرژی بیشتری در اختیار میذاره. یه نکته جالب: شاید فکر کنید وقتی انرژیتون رو خرج میکنید در طول روز کمتر انرژی دارید، اما دقیقاً برعکسه. افرادی که انرژیشون رو صرف فعالیت میکنن سطح پایه انرژی بالاتری پیدا میکنن. پس هر روز از صندلی بلند بشید، قدم بزنید یا حداقل هر ساعت 3 تا 5 دقیقه حرکت کنید. حتی 1 دقیقه پیاده روی کافی نیست، اما مرتب بودنش تفاوت بزرگی ایجاد میکنه. بخش سوم تغذیه و جمع‌بندیه. حالا در مورد تغذیه خیلی کوتاه صحبت میکنم چون نمیخوام اطلاعات زیادی بهتون بدم که گیج کننده باشه. یه چیزی که یاد گرفتم اینه که تغذیه خیلی به ژنتیک وابسته است. شاید اجداد شما از یه منطقه خاص بودن، رژیم پالو بهتر براتون جواب بده، شاید به گلوتن حساسیت داشته باشید. اما به طور کلی از غذاهای بسته‌بندی شده دوری کنید، قند کم مصرف کنید، آب کافی هم بنوشید. میدونید هزاران رژیم غذایی هست که میتونید تو اینترنت پیدا کنید، اما اگه شما به بدنتون توجه کنید و خواب و ورزش رو هم درست رعایت کنید احتمالاً کمتر خسته میشید. ترکیب این 3 چیز مخصوصاً خواب و ورزش همراه با تلاش منطقی برای تغذیه باعث میشه انرژی کافی داشته باشید. شما میتونید کسی باشید که پر انرژیه، کسی که میتونه کارهای روزمره‌ش رو انجام بده بدون اینکه حس کنه کسی همش داره سرش رو میکشه یا چشماش رو میبنده.